من یکی از شاهدهای همین جنگ‌های گراجدنی که همین در جورجستان شده گذشت میباشم. همین گفتنی هم که همین حزب تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلام در همون وقت با روی فریب و نیرنگ مردم رو فریب کردن، گفتن باید جهاد کنیم، با دولت‌های دیگر یاردم تیم آمده از همین مسجدها مبلغ‌ها جمع کرده رفتند، نمیدونیم پول کجا رفت. من امروز همه سر و اسرارشون آشکار شد. وقتی که این حزب در تاجیکستان هم تو حزب قانونی عمل میکرد، اونا از نقاب کردن اسلام رو برای خود و از این استفاده بردن. مردم اون وقت که تشنه اسلام وای بود با اینها باور کرد، گفتن این خدمت به اسلام بوده است، لیکن در زیر این کارها بسیار کارها بوده است که ما نفهمیدیم، مردم نفهمید. امروز من عیان شد که اونا با چیکار مشغول بودن، با تمامی در سوری در وی تروریستان علاقه داشتند و مردم رو همونجا میفرستاندند و از مردم پول جمع میکردند و امروز زمین همش عیان شد. من به مثال بیارم، یک شهروند من سید یونس استرافشانی که در همین استرافشان تولد شده، نان همینجا خورده است، در همینجا به وای رسیده است که امروز من از یک دولتی بیگانه رفته با مردم خود، به شهر خود، به دیار خود خیانت کرده ایستاده است. من همچنین یک شخص خالص از همین خلاصه برآوردم که این حزب یک حزب تروریستی اکستریمیستی است که بر ضد خلق خود، دولت خود از خارج ایستاده، مردم را ناآرام کرده ایستاده است با هر خیل فریب و نیرنگ‌ها. امروز خوشبختانه این حزب تروریستی اکستریمیستی نهضت از طریق دولت منع کرده شد. نباشد این حزب از یگان همین حزب‌های اسلامی تروریستی یگان فرقی ندارد، همه آنها یکند، فقط با نام دیگر عمل میکنند، لیکن همه‌شان یکند.